سلام، وقتتون بخیر. امروز اومدم با یک نکته مهم تلفظی. تلفظ توی زبان ترکی خیلی مهمه بچه ها. اگر ما توی فارسی یه نفر مثلا بهمون بگه میدان آزادی کجیست، با یه همچین لهجه‌ای میتونیم تشخیص بدیم که منظور طرف اینه که میدون آزادی کجاست. اما توی ترکی استانبولی به خاطر حساسیت کلمه ها و اینکه یک کلمه با یه خورده تفاوت معنیش کلا عوض میشه، ما نمیتونیم دیگه تشخیص بدیم که طرف چی میخواسته بگه. برای اینکه به این مشکل برنخوریم، برای اینکه حرف ما رو راحت تر متوجه بشن، لازمش اینه که به یک سری از چیزها دقت کنیم. مثلا نگاه بکنید، کلمه کوی به معنی گذاشتن هستش، کلمه کوی به معنی روستا، کلمه سینیر به معنی عصب، کلمه سنر به معنی محدود. چقدر تفاوت کمه، اما معنی ها اصلا به هم دیگه ربطی نداره. پس حالا که اهمیت تلفظ در ترکی استانبولی رو دونستیم، لازم میدونم که 2 نکته رو براتون توضیح بدم. اولی در رابطه با حرف A هستش که توی ترکی استانبولی آ تلفظ میشه. این حرف آ دقیقاً فقط آ خونده میشه، مگه تو موردهای استثنا که بعداً یادش میگیریم. اما شما توی خوندن هر کلمه ای آ رو فقط آ بخونید. مثلا توی کلمه صباح، این رو صباح نمیخونیم، صباح آ فقط آ خونده میشه. یا توی کلمه ناسلسن که داشتیمش یعنی چطوری، نسیلسن نمیخونیم، ناسلسن آ فقط آ خونده میشه. حرف ا یا ای که در ترکی بهش ا گفته میشه هم فقط خونده میشه. بنابراین ما اصلا حرف ا در ترکی استانبولی نداریم. پس چطوریه که ما میشنویم حرف ا رو گاهی در ترکی؟ همون حرف ا یا ای اگر قبل از حروف ن، ل، ر و گاهی قبل از ام قرار بگیره صدای ا میده. ن، ل، ر، ان، ال، آر و گاهی قبل از ام اگه قرار بگیره صدای ا میده. این نکته رو یک بار میگم، رعایت کردنش سخته، اما بعداً هر جا بهش برخوردیم بهتون یادآوری میکنم که بچه ها این همون قانونه. این حرف ا که الان اینجا صدای ا میده قبل ن، ل، ر قرار گرفته. برای مثال بین لار و لر برای علامت جمع یه دونش لر بود، ال ای آر می نوشتیم، اما تو این کلمه چون حرف ا قبل ر قرار گرفته لر می خوندیمش. توی کلمه بن به معنای من یا سن به معنای تو، ا قبل ن می اومد، بنابراین بن و سن می نوشتیم اما بن و سن می خوندیمش. همینطور اگر حرف ا قبل ل هم قرار بگیره صدای ا میده. اما یه شرط داره، اگر حرف ا که قبل از ن، ل، ر قرار گرفته صداش تبدیل به ا بشه، یه دونه حرف صدادار دیگه ای بعدش قرار بگیره که حروف صدادار آ و بی نقطه ها، ا و نقطه دارها بودن آ، او، او، ا، ای، ا و او بودن. اگر یه دونه از این حروف صدادار بلا فاصله بعد از اون ن، ل، ر که با قدرت جادویی خودشون ای قبلی رو تبدیل به ا کرده بودن قرار بگیره، قدرت اونا از بین میره و ن، ل، ر دیگه نمیتونه حرف قبلی رو به ا تبدیل کنه. ای قبلی همون ای میمونه. مثالش در 2 کلمه بنیم یعنی مال من و سنین یعنی مال تو. خود من به تنهایی بن خونده میشه چون بعدنه حرف صدادار نداریم، اما در بنیم بعدنه حرف صدادار داریم، به همین خاطر بنیم خونده میشه. در سن و سنین هم همینطوره، سن ا قبل ن صدای ا میگیره، اما در سنین چون بعدنه حرف صدادار دیگه ای داریم این رو سنین میخونیم. حرف ای به همون حال خودش برمیگرده که صدای ا میداد. این نکته در جاهای مختلف براتون تکرار خواهد شد در طول آموزش. فقط خواستم در این ویدیو کوتاه این رو نوت بردارید، بنویسیدش، خیالم از این که میدونیدش راحت باشه و شما رو تشویق کنم به اومدن به ویدیو بعدی.